علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما موضوع درس 37 رو می‌آموزیم که موضوع امروزینه درس بخشیده می‌شود با فرموله‌های موافق‌آوری. بیایید در اول مفهوم‌های اساسی این موضوع رو همراه شما دیده برآمده. پس با مثال‌ها مستحکم کنیم. فرموله‌های موافق‌آوری گفته فرموله‌هایی را می‌نامند که در آنها فونکسیون تریگونومتری از ارگومنت‌های پی تقسیم 2 پلوس مینوس آلفا، پی پلوس مینوس آلفا، 3 تقسیم 2 پی پلوس مینوس آلفا و 2 پی پلوس مینوس آلفا با واسطه فونکسی ارگومنت آلفا ifade کرده می شود. در اینجا آلفا قیمت دلخواه امکان پذیر ارگومنت می باشد. فونکسیون تریگونومتری کنچای نمودی پی تقسیم 2 جمع آلفا، پی پلوس مینوس آلفا، 3 تقسیم 2 پلوس مینوس آلفا و 2 پی پلوس مینوس آلفا را با یاری فرمولهایی که آنها را فرمول موافق‌آوری می‌نامند با واسطه فونکسی کنج آلفا ifade کردن ممکن است. اول فرمول موافق‌آوری سینوس، کوسینوس، تانگنس و کاتانگنس را حاصل می‌کنیم که آن موافقند سینوس پی تقسیم 2 جمع آلفا و کوسینوس آلفا، کوسینوس پی تقسیم 2 جمع آلفا و مینوس سینوس آلفا، تانگنس پی تقسیم مینوس آلفا و کاتانگنس آلفا و کاتانگنس پی تقسیم 2 مینوس آلفا و با تانگنس آلفا برابر بودن را دیده برآمدن ممکن است. برای این ما باید پیش از همه خاصیت‌های اساسی فونکسیون تریگونومتری و تحلیل کردن عدد n را باید دانیم. فرمولایی که در زیر نوشته شده‌اند اینها فونکسی‌ها را فونکسیون کوفونکسیون می‌نامند. برای آنکه هنگام n به عدد تا برابر بودن نام فونکسیون و کوی آن تغییر می‌یابد. یعنی سینوس به کوسینوس، کوسینوس به سینوس، تانگنس به کاتانگنس و کاتانگنس به تانگنس عوض کرده می شود. برای آنکه در اینجا فونکسیون گفته شده فونکسیون تکرار تشکیل می دهند. علامت‌های این فونکسیون تریگونومتری وابسته است از چارک‌های این فونکسیونی که شما آنها را دیده ایستاده اید. همه فرمول‌های موافق‌آوری را در جدول نوشتن ممکن است. از جدول قانونیتی که برای فرمول‌های موافق‌آوری جای دارد نمایان است. این قانونیت امکانیت می‌دهد که قاعده بیان کرده شود و با یاری این فرمول دلخواه موافق‌آوری با یاری جدول‌ها نوشته شود. بیایید این قاعده را دیده برآییم. اگر کنج آلفا کنج چارک یکم باشد، علامت فونکسی قسم راست برابری با علامت فونکسی اوله یکخیله می شود. برای کنج‌های پی پلوس مینوس آلفا و 2 پی پلوس مینوس آلفا نام فونکسی اوله نگاه داشته می شود. برای کنج پی تقسیم 2 پلوس مینوس آلفا و 3 پی تقسیم 2 پلوس مینوس آلفا نام فونکسی اوله عوض کرده می شود. سینوس به کوسینوس، کوسینوس به سینوس، تانگنس به کاتانگنس، کاتانگنس به تانگنس عوض کرده می شود. این گفته ها را بیایید در علاوه‌دگی همه آنها را با مثال ها دیده برآییم. شرط مثال یکم چنین است: به نمود تریگونومتری کنج آلفا عوض نمایید. در پایان سه فونکسیون تریگونومتری نوشته شده‌اند که ما آنها را باید با واسطه فرمول‌های موافق‌آوری عوض نماییم. در مثال ب باشد کوسینوس 2 پی مینوس آلفا و در مثال ب باشد تانگنس 180 گرادوس مینوس آلفا داده شده است. آنها را تحلیل میکنیم. برای حل کردن این مثال بیایید ما اول یک قانونیت را همراه شما دیده برآییم. بگذار در همواری کوردیناتی دوره واحدی رادیوسش با یک واحد درازی برابر بودن داده شده باشد. آن را چنین تفسیر میکنیم. خیلی که در اینجا معلوم است هر یک کوردینات از 4 نیم همواری ها عبارت است. ما آنها را به دو حصه برابر تقسیم میکنیم. این طور می شود و چارک ها را موافقاً چنین قید میکنیم. چارک یکم برابر است از 0 تا پی تقسیم 2. آن را با واسطه زبان متماتیکی پی تقسیم 2 مینوس آلفا عوض میکنم. چارک دوم باشد از پی تقسیم 2 تا پی آغاز می‌یابد که آن را با واسطه زبان متماتیکی چنین قید میکنم: پی مینوس آلفا.
پس هنگام аргументи سینوس یا کوسینوس تانگنس و کاتانگنس با پی مینوس الفا برابر بودن ما باید دانیم که آن در چارک دوم واقع است و در چارک سوم باشد علامت فونکسیای تریگونومتری یا اینکه کنچهای فونکسیای تریگونومتری از پی آغاز یافته تا سه پی تقسیم دو دوام دارد. پس آن را با زبان متماتیکی چنین می‌نویسم: سه پی تقسیم دو مینوس الفا و علامتی در چارکی چهارم خوابیده باشد آن به 2p مینوس الفا موافقاً برابر است. این چینک‌های کنج ردیانی به حساب رفته موافقاً p تقسیم 2 به 90 p به 180 3p تقسیم 2 به 270 و 2p به 360 گرادوس موافقاً برابر کرده می شود. از بس که p تقسیم 2 پلوس الفا نیز این کنج جای دارد هنگام جمع بودن الفا آن به چارک دوم میگذرد که آن را چنین در اینجا قید میکنیم p تقسیم 2 جمع الفا حاصل میشود. یعنی در یک چارک دو کنج جای کرده شد. پس p مینوس الفا هنگام به جمع تبدیل شدن یعنی که p جمع الفا برابر بودن آن در چارک سوم میگذرد و آن را در اینجا قید میکنیم p پلوس الفا. 3p تقسیم 2 مینوس الفا باشد هنگام جمع شدن 3p تقسیم 2 جمع الفا و چارک چهارم میگذرد و آن را 3p تقسیم 2 جمع الفا در اینجا قید میکنیم و نهایت 2p مینوس الفا هنگام 2p پلوس الفا برابر بودن در چارک یکم قید کرده می شود که این را هنگام حل کردن مثال ها با ما لازم آید. قید میکنیم از طرف چپ و طرف راست چارک ها را قید میکنیم. چارک یکم، چارک دوم، چارک سوم و در آخر باشد چارک چهارم را قید کردن لازم است. پس سینوس پی تقسیم 2 مینوس الفا این با کو عوض کرده می شود. خیلی که ما همراه شما گفته گذاشتیم پی تقسیم 2 مینوس الفا این چارک یکم را تشکیل می دهد. سینوس در چارک یکم مثبت است پس آن با کوسینوس الفا برابر می شود. کوسینوس 2p مینوس الفا باشد این با فونکسی عوض کرده می شود یعنی با کوسینوس الفاش عوض کرده می شود. از بس که کوسینوس p مینوس الفا در چارک چهارم واقع است پس کوسینوس در چارک چهارم علامتی مثبت را دارد. پس کوسینوس الفا را حاصل میکنیم. تانگنس 180 مینوس الفا باشد در اینجا 180 مینوس الفا این به p مینوس الفا برابر است که ما باید تانگنس دوم چارک را تحلیل کنیم. تانگنس در چارک دوم علامتی منفی دارد پس اون را با مینوس قید میکنیم و نام فونکسیا در این حالت عوض کرده نمی شود برای اینکه p مینوس الفا خیلی که ما در بالا گفتیم فونکسی ifade جفت را تشکیل میدهد. پس مینوس تانگنس الفا را حاصل میکنیم. این بود مثال یکمی موضوع امروزه. مثال دوم را دیده میکنیم. در شرط مثال دوم چنین آمده است اگر الفا با 130 گرادوس برابر باشد سینوس الفا، کوسینوس الفا، تانگنس الفا و کاتانگنس الفا را با واسطه فونکسی تریگونومتری کنش‌های از 0 گرادوس تا 90 گرادوس را ifade کنیم. بیایید این مثال را نیز همراه شما حل نماییم. یعنی الفا برابر است با 1 تقسیم 30 گرادوس. ما باید کنج الفا را چنین تبدیل دهیم که از 0 تا 90 گرادوس را تشکیل دهد. برای این ما فرمول موافق آوری را همراه شما استفاده می‌کنیم. حل می‌کنیم و در حل چنین قید می‌کنیم. یعنی سینوس 130 گرادوس را کنجی تا 90 گرادوس تبدیل می‌گیم. پس به ما لازم است که سینوس 130 گرادوس را به نمود 90 گرادوس جمع 40 عوض نماییم. برای اینکه 90 را با 40 جمع کنیم عدد 130 حاصل می شود. خیلی که از اینجا از این ifade معلوم است 90 گرادوس این چینکی ردیانی اون به پی تقسیم 2 برابر است. پی تقسیم 2 جمع الفا در چارک دوم واقع است. پس سینوس در چارک دوم جفت مثبت است لیکن پی تقسیم 2 جمع الفا این با کو عوض کرده شده ifade کوسینوسی یا که ifade کوسینوس 40 گرادوس رو عیناً همین طور کوسینوس 130 گرادوس رو دیده می‌بریم.
کنج کوسینوس 130 گرادوس رو به نمود سومه آرگومنت ها تبدیل میدیم. کوسینوس 90 گرادوس جمع چی؟ در اینجا 90 جمع 40 گرادوس این کنج دویم را تشکیل میدهد. کوسینوس در کنج دویم علامت منفی را دارد. از بس که کوسینوس پی تقسیم دو جمع الفا با کوی خودش عوض کرده می شود، پس کوسینوس با سینوس عوض کرده می شود. پس قیمت ifade آن به مینوس سینوس 40 برابر است. تانگنسی 130 گرادوس را حساب میکنیم. تانگنسی کنج 130 گرادوس موافقا برابر است به تانگنسی 90 گرادوس جمع 40 گرادوس. در اینجا 90 جمع 40 گرادوس کنجی تانگنسی کنج دویم به حساب می رود. تانگنسی کنج دویم علامت آن به مینوس برابر است. از بس که تانگنس با کتانگنسی آن عوض می شود، مینوس کتانگنسی 40 گرادوس را حاصل کرده. این بود نتیجه یا که مثال دویمی که همراه شما دیده برآمد. مثال سوم را دیده میبریم. در شرط مثال سوم چنین آمده است: قیمت ifade زیرین را بیابید که در اینجا در A سینوس 240 گرادوس، در مثال B مینوس سینوس کوسینوس 240 گرادوس، در مثال Y باشد تانگنس 300 گرادوس را باید تبدیل داد. برای این مثال ها را در اول قید میکنیم و آنها را حساب میکنیم. A سینوس 240 گرادوس برابر B کوسینوس مینوس 240 گرادوس و در مثال B تانگنسی 300 گرادوس. قیمت‌های عددی هر یک این ifadه‌های داده شده را موافق فرمولای تریگونومتری موافق آوری حساب میکنیم. آنها را حل میکنیم. از بس که سینوس 240 گرادوس این را به نمودی سینوسی 270 گرادوس نزدیکی 240 به 270 برابر است، لیکن ما اون را با 360 با 180 با 90 و غیره ها تبدیل داده میتوانیم. لیکن خیلی طرز قلعه اون با 270 اون را عوض کنیم. 270 مینوس 30 گرادوس عوض میکنیم. خیلی که از این ifade میبینید در اینجا سینوس 270 مینوس 30 گرادوس این چهاریکی سیوم را تشکیل میدهد. سینوس در چهاریکی سیوم علامت آن منفی است، مینوس را قید میکنیم. 270 گرادوس مینوس 30 این شرط توقی این فونکسیون به حساب میرود. پس با کو عوض میکنیم و کوسینوس 30 گرادوس را حاصل میکنیم. کوسینوس 30 گرادوس برابر میشود به مینوس ریشه کادتی از 3 تقسیم 2. پس قیمت عددی سینوس 240 گرادوس برابر است به مینوس ریشه کادتی از 3 تقسیم 2. همینطور کوسینوس مینوس 240 را دیده میبریم. کوسینوس مینوس 240 باشد با کوسینوس 240 عوض کرده می شود، برای اونکه فونکسی کوسینوس فونکسی جفت است. پس کوسینوس 240 گرادوس را به نمودی کوسینوس 270 گرادوس مینوس 30 گرادوس مینوسی. پس 270 مینوس 30 گرادوس این چهارکی سیوم را تشکیل میدهد. کوسینوس در چهارکی سیوم علامت منفی را دارد، آن را با علامت مینوسش عوض کرده سینوس 30 گرادوس را حاصل میکنیم که سینوس 30 گرادوس این به مینوس 1 تقسیم 2 برابر می شود. تانگنسی 300 گرادوس را حساب میکنیم. قیمت تانگنسی 300 گرادوس را ما با واسطه تانگنسی 360 گرادوس مینوس 60 گرادوس عوض میکنیم. در اینجا 360 مینوس 60 این به ifade یا اینکه این در چهارکی چهارم است، در چهارکی چهارم تانگنس با علامت مینوس نوشته می شود و با تانگنسی 60 گرادوس عوض کرده می شود. تانگنسی 60 گرادوس باشد قیمت عددی آن برابر است به مینوس ریشه کادتی از 3. این بود نتیجه مثال سوم که همراه شما آنها را برآورده. مثال چهارم را دیده می‌بریم. در مثال چهارم A چنین ifade آمده است: سینوس آلفا مینوس تقسیم 2. در مثال B باشد کوسینوس
alfa minusi در مثال وی باشد تانگنسی alfa minusi 270 گرادوس رو داده شده است که ما باید آنها رو تبدیل بدیم. بیایید این مثال ها رو همراه شما دیده براییم. برای ساده کردن ifade داده شده ما باید فرمول موافق آوری را استفاده بریم. برای این جایهای کنچهای alfa و پی تقسیم 2 رو عوض می‌کنیم. پس می‌نویسیم سینوسی minus pi تقسیم 2 جمع alfa برابر است به سینوسی از قوس مینوس رو میبراریم. برای در فرمولا ما نمود این خیل نوشته کنج را نداریم. پس پی تقسیم 2 مینوس alfa حاصل می‌شود که آن برابر است به موافقاً مینوس رو میبراریم. سینوسی پی تقسیم 2 مینوس alfa حاصل می‌شود. یا اینکه از بس که در اینجا پی تقسیم 2 مینوس alfa در چارک یکم واقع است علامت آن با مینوس اشاره کرده شده آن به حاصل جمع وصل کرده شده مینوس کوسینوس alfa برابر است. پس نتیجه ifade یکم به مینوس کوسینوس alfa برابر است. عیناً همینطور مثال بی را دیده میبراییم. کوسینوس alfa مینوس پی رو همراه شما تبدیل میدیم. در اینجا کوسینوس جایهای alfa و مینوس پی رو عوض کرده حاصل میکنید. مینوس را از قوس میبراریم. پی مینوس alfa حاصل میشود. از بس که فونکسی کوسینوس مینوس پی مینوس alfa فونکسی جفت است آن را با ifade کوسینوس پی مینوس alfa تبدیل میدیم. در نتیجه پی مینوس alfa این کنجی چارکی دویم را تشکیل میدهد. در اینجا کوسینوس پی مینوس alfa و مینوس کوسینوس alfa برابر است. آن را چنین می‌نویسیم مینوس کوسینوس ifade کوسینوس alfa به مینوس پی برابر بودن و مینوس کوسینوس alfa برابر است. در مثال وی باشد چنین ifade داده شده است که آن موافقاً به تانگنس alfa تا 70 گراد برابر است. آن را چنین تبدیل می‌دهیم. تانگنسی مینوس را از قوس میبراریم و 270 گرادوس مینوس alfa را حاصل میکنیم که آن موافقاً به مینوس تانگنسی 270 گرادوس مینوس alfa برابر است. از بس که در چارک سیم تانگنس مثبت است لیکن 270 گرادوس این فونکسی تخت را تشکیل میدهد پس قیمت آن به مینوس کتانگنس alfa برابر است. پس جواب آن را قید میکنیم که آن به کتانگنس alfa برابر است. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. برای مستحکم کردن موضوع شما میتوانید یک چند مثال ها رو برای کار مستقلانه دیده برایید. موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.